درود به شما. وقتی نتانیاهو در عرض 24 ساعت 3 نشست امنیتی پشت سر میذاره، 2 نشست با مقامات ارشد دفاعی امنیتی نظامی و 1 نشست با اعضای کابینه امنیتی خودش، یعنی این رویه نرمال عادی نیست. یه مدل از فشردگی جلساتیه که وقتی این جلسات انجام میشه یعنی تصمیم بزرگی روی میز هست و قرار تصمیم گیری انجام میشه. تو سیاست امنیتی اسرائیل جنگ دفعه شروع نمیشه. یه سری جلسات فشرده هست، بعد یه سری هماهنگی‌های ارتش هستش، نهادهای اطلاعاتی از اینتلیجنس اسسمنت بهش میگن، بعد یه سری بررسی‌های برای پاسخ‌های طرف مقابل هستش. وقتی همه اینا انجام شد، یک به یک نتیجه بخش شد انجام شد، میره رو بحث دولت و تصمیمی که